این بسیار همه مردم دخل دارد. و فی صحیح ابن حبانین، در صحیح ابن حبان حدیث 409 عن مالک ابن حویرسین رضی الله عنه قال صعد رسول الله صلی الله علیه و سلم منبرا. حضرت صحابه سعید ابن حویرس روایت میکند که یک روز ما در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمد نزد منبرش، منبر فلما رقی عتبته فقال آمین. وقتی که پای راست در زینه یکمی منبر ماند، پیغمبر اسلام آمین گفت، فریاد کرد آمین گفت. و اهل اصحاب نفهمیدن که به چه خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمین گفت. ثم رقی عتبه الاخرى فقال آمین. وقتی که پای مبارکش پیغمبر اسلام در زینه دوم منبر ماند، با آمین گفت، با آمین گفت. اهل اصحاب فقط فهمیدن، شنویدن که رسول خدا آمین میگه، اما به چه مقصد هیچ که نفهمید. ثم رقی عتبه ثالثه فقال آمین. وقتی که پای مبارکش در زینه سیم منبر ماند، پیغمبر اسلام باز فریاد زد، با آمین گفت. هنوز اهل اصحاب هیچی نفهمیدن، یگان گپ نشنویدن غیر از آمین گفتن پیغمبر. خیلی در تعجب ماندن و صحابه خیلی بیقرار شدن. وقتی اهل اصحاب یگان چیز نمیفهمید، بسیار بیقرار میشدن، حریص بودن، در باب دین بسیار تشنه بودن، میخواستن که یگان چیزی بفهمند. یک صحابه از بین خیست و گفت که یا رسول الله، این چی گپ؟ ثم قال اتانی جبریل. این چی گپ ای پیغمبر که ما نفهمیدیم؟ 3 مرتبه در یک منبر برآمدن، سخت فریاد زدی، داد زدی، آمین گفتی. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفت اتانی جبریل. حضرت جبریل نزد من آمد. اهل اصحاب نمیدید ویا. گفت که حضرت جبریل نزد من آمد و 3 مرتبه 3 کلمه گپ من فهمم و من مجبور کردم که آمین بگو. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر کار که آمین گفت، و در نزد الله قبول شد و در نزد الله قبول می شود. فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده الله. یکم شرطی که حضرت جبریل علیه السلام پیغمبر اسلام آمین گفت. وقتی اهل اصحاب پرسیدند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اولین شرط جبریل همین بود که هر مسلمان از امت من که ماه شریف رمضان فرا رسید و برای گذرانیدن ماه شریف رمضان روزه داشتن به اهمیتی کرد و چشمش پوشید، روزه را ضعیف دانست، روزه را قبول نکرد، روزه نگرفت، خلاصه روزش خورد. حضرت جبریل علیه السلام این را گفت که فلم یغفر له، خداوند گناههای این را نمیبخشد. فابعد الله، و خداوند این را از نظر بسیار دور پرتافت. فقلت آمین. پیغمبر گفت که رسول الله آمین گفت. پیغمبر اسلام آمین گفت. یعنی امت اسلام هر کس که نسبت ماه شریف رمضان به تفاوتی و به اهمیتی ظاهر میکنه، حضرت جبریل گفت اینا از جمله اشخاصی هستند که خداوند گناه اینا رو نمیبخشد. هر کس که روزه ماه شریف رمضان رو میخوره، روزه نمیگیره. و دیوم شرطش که پیغمبر آمین گفت فقال و من ادرک والدیه او احدهما فدخل النار فابعد الله. دیوم شرطش که پیغمبر اسلام آمین گفت، یعنی حضرت جبریل پیشنهاد کرد ای رسول خدا، هر مردی که هر بچه، هر مردی که از امت تو پدر و مادرش دریافت در حالت پیری، در حالت محتاجی، در حالت ضعیفی و اونا را خدمت نکرد، داخلی جنت نشید، خداوند او را از جنت دورش کند. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمین گفت. حالا تعجبات همی از برادرها، هشدار باشید. هر کسی که پدر داره، مادر داره، اگر خدمت نکرده باشه وای بر حالش. همین آمینه که پیغمبر گفتی اینا داخل جنت نمیشوند و از جنت الله اینها را دور بکنه و پیغمبر ما آمین گفت.
اینا که هستن اشخاصی هستن که آخی پدر آخی مادر هستن، یا یک تشه یا هر دشه. وقتی انسان خودش به بلاغت رسید، به بایا رسید، حتما باید در فکر پدر و مادرش باشه، در اهمیت زندگیش باشه. نسبت پدر و مادر چقدر باید که با اهمیت باشه. الان این انسان هایی که در فکر پدر و مادر نیستن، پیغمبر اسلام حضرت جبریل گفت که اینا اهل دوزخ هستند. هر کس پدر و مادرش میرنجونن، شرط نیست رنجوندن، خدمت کردن شرط است. وقتی خدمت نکردی وای خودش میرنجه، چون که وای بسین و سال رسید است، با یک جای رسید است و محتاج است با پول شما، با تلفن شما، با گپ زدن شما، و یا محتاج است. در این صورت چیکار میکنه؟ پیغمبر اسلام رو که وقت شما خدمت نکرده پدر و مادر، جای شما دوزخ است و از جنت الله شما رو دور کرد. حضرت جبریل همین پیشنهاد کرد و پیغمبر اسلام چیکار کرد؟ آمین گفت. فقال ومن ذکرت عنده فلم یصلی علیک. سیوم پیشنهادی که حضرت جبریل کرد، گفت که ای محمد، باز اهل دوزخ میشه و هر شخصی از امتی تو که نامی تو را شنوید در هر جای باشه و با تو صلوات نفرست. هر کسی که نام محمد فهمید و صلی الله علیه و سلم نگفت، پیغمبر اسلام حضرت جبریل گفت اینا اهل دوزخ هستند، تو آمین بگو. حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در همین سه شرط آمین گفت. خب این حدیث در صحیح مسلم میگذره و ابن حبان هم روایت کرده است. یعنی هر کسی که در خدمت پدر و مادرش نیست و پدر و مادرش اهمیت نمیتی، اگر بی تفاوتی میکنن، اینا هم اهل دوزخ هستند. و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در این چی گفت؟ اینا مجبور کرد که آمین گفت. یک حدیث دیگر هست، وقت کم ماندگی هست، وقت کمتر ماندگی هست، اینا هم خیلی کوتاه میخونیم، کوتاه تحلیل میکنیم. این